دعوته که دوستان محققانه، نه با من چون من نیستم، با دوستان برن و این تحقیقات رو ادامه بدن و دنبال بکنن، شاید به دردی بخوره. ما فقط وظیفه داشتیم این توجه دوستان رو جلب کنیم، بقیه‌اش ما کار خودمون کردیم. ما اون چیزی رو که می‌خواستیم پایه بذاریم، خدمتتون بگم چند صد هزار نفر فرادرمانی رو تجربه کردن، چندین هزار نفر فرادرمانگر داریم، فقط چند هزار تا مربی داریم. اگر قرار به معرفی بوده، بنده وظیفه خودمون در حد معرفی در 3 دهه انجام دادم. الان هم موقع بازنشستگی یک با شماست که ادامه بدید. متشکرم از تشکر شما. هر انسانی روی کره زمین یا در هر جای دیگری با 2 پله سر و کار داره. یک پله عقل که این پله شامل علم و دانش، فن و تکنیک، راه و روش و پند و نصیحت. پله دیگر پله عشق هست که ذوق و شوق، وجد و سرور، حیرت و تعجب، ایثار و فداکاری، مهر و محبت و اینجور چیز هست. با سعی و کوشش نمیشه عاشق شد داره. با صرفاً ذوق و شوق نمیشه یک ماهواره رو به فضا فرستاد. یک دنیای ابزاره، میتونیم اونو دنیای ابزار بگیم، و یک دنیایی داریم که دنیای بی ابزاری است، دنیای دل، دنیای عشق. تمام کارها، حرکات انسان یک نمود عملی و فیزیکی داره، یک بعد کیفیتی داره. بعد کیفیتی کارهایی که انسان انجام میده کار دله، اونو دل تعیین میکنه. همه مثلا سر کارشون میان، ولی کی با علاقه‌مندی سر کارش هست، کی با عشق کاری رو انجام میده. مثلا عده زیادی در دنیا عبادت انجام میدن، در عباداتی هستن، اما کیفیت این عبادت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ کار دل. اون چیزی رو که در مورد انسان به دل و به عشق ارتباط داره، اسم اون رو میگذاریم دنیای بی ابزاری، یا به طور اختصار میتونیم بگیم دنیای عرفان. عرفان عملی یعنی اون چیزی که میخوایم با استفاده از این دنیا عرضه بکنیم و ارائه بکنیم، مربوط میشه به دنیای بی ابزاری یا دنیای دل. حالا ممکنه که گفته بشه مگر با همچین دنیای کاری هم قابل انجام هست؟ عقل گوید 6 جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. در دنیای عشق هم یک کارهایی به طور عملی قابل اجرا هست. لذا وقتی میگیم که فرادرمانی رشته است عرفانی، یعنی یک نمود عملی داره که میتونیم ببینیم که حتما یک کاری انجام شده که اسمشو میذاریم فرادرمانی، اما در آن از هیچ علم و دانش و فن و تکنیکی هیچ کدوم استفاده نشده. یعنی بدون ابزار این کار صورت گرفته. افراد ابتدا به ساکن لازم هست که آشنایی عملی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی یا با شعور الهی آشنایی عملی پیدا بکنن. تا به صورت عملی این آشنایی پیش نیاد، همه چیز در قالب حرفه، یعنی میشه عرفان نظری.
لذا افراد طی این دوره مفهوم اتصال رو بهش میرسن و به دنبال پیدا شدن اون اتصال و متصل شدن مبادرت به کار عملی میکنند و اون هوشمندی الهی رو در جریان عمل به کار میبرند و به طور عملی متوجه میشن که این هوشمندی، این شعور وجود داره. این میشه پایه کار برای هر کسی که میخواد این مسیر عرفانی رو طی بکنه. بعد از اون با ایمان و یقین نسبت به هوشمندی و شعور الهی کارها ادامه پیدا میکنه. طبیعی است وقتی ما فهمیدیم که شعور الهی وجود داره، نسبت به وجود خودش یک مسائل و مشکلات ما حل شده دیگه. چون گفته میشه روشن بنگر که آفتاب است، آن نور که خوانیش تو مهتاب. با نگاه کردن به نور مهتاب ما پی به نور خورشید میبریم. با پی بردن به شعور الهی پی به وجود خودش هم میتونیم ببریم و وصل به اونها انجام میشه. چون این عرفان متکی به وصله، متکی به اتصاله. چیزی نداره که فرضاً در یه دوره کسی بخواد حفظ کنه، کسی بخواد یاد بگیره. اتصال که انجام میشه اون کار صورت میگیره و در واقع چیزی غیر از اتصال در این عرفان وجود نداره. در عرفان عملی چیزی جز اتصال ریاضت هستن و ما اعتقاد داریم که کمال ریاضت همچه گفتم پایه و اساس تعالی انسان اشتیاق. انسان اگر مشتاق باشه اون رحمت اتهام هست و میتونه استفاده کنه